شاهنامه فردوسی بخش سوم. نیاکان پادکست. بعد از اینکه هوشنگ پسر سیامک نوه کیومرث از این دنیا میره، پسرش طهمورث میشه پادشاه جهان. طهمورث مردمش و سپاهیان رو جمع میکنه و بهشون میگه از این پس منم شاه جهان و قرار دیوان رو شکست بدم و علم و دانش رو گسترش بده. طهمورث برای شکار یه سری حیوانای وحشی رو رام میکنه، مثل یوز و سیاهگوش و شاهین و باز، و از مرغ و خروس استفاده سودمند میکنه. این خروس رو یک بار باید جداگونه بررسی کنیم در متون باستان، در اوستا، ببینیم این خروس چه موجود افسانه‌ای بوده در واقع. حالا برگردیم سر شاهنامه. طهمورث یک وزیر درستکاری داشته به نام شهراسپ. این نشون میده که یعنی حکومتی شکل گرفته، یعنی این پادشاهی نیازی به مشاور داشته. پس یک مرحله باز پیشرفت در انسانیته و حالا همینجوری که داره انسانیت پیشرفت میکنه، یک خداپرستی هم بهش اضافه میشه و در واقع طهمورث به مردمش میگه باید ستایش کنین خدا رو به خاطر این نعمت‌هایی که به ما داد. شهراسپ به نیکوکار روزه میگرفته، یعنی در روز فقط یک وعده غذا میخورده و احتمالاً اون یکی وعده غذا رو مثل ایران باستان به نیازمندان میداد. البته که طهمورث هم آدم پاک و درستی بوده، برای همینه که اصلا فرعی زدی داشته. حالا یه روز باید کامل درباره موضوع صحبت کنیم که این اصلا موجود بوده یا اصلا یه چیز درونی. در این دوره پیشرفت‌های خیلی خوبی شکل میگیره، مثل ریسندگی، بافندگی، نوع دیگری از لباس سوختن و استفاده سودمند از حیوانات و از همه مهمتر مهربون بودن با حیوانات، یعنی اشاره مستقیم میشه. ولی چرا بهش میگن طهمورث دیوبند؟ طهمورث همونطوری که قول داده بود دیوان رو نابود کنه، اهریمن رو به بند کشیده بود و اونو زین کرده بود و به کل گیتی باهاش سفر می‌کرد. دیوان هم که این صحنه‌ها رو می‌بینن احساس خطر و ترس می‌کنن، پس یک لشکر بزرگی از دیوان و جادوگران جمع می‌کنن به سرکردگی یک دیو بزرگ سیاه. طهمورث که از این داستان باخبر میشه، با گرزش میره به سمت این دیوان و یک سوم از این دیوان رو نابود می‌کنه و بقیه رو اسیر می‌کنه. دیوان ازش خواهش می‌کنه که ما رو نکش، در عوض ما بهت علم و دانش پنهانی رو یاد میدیم، رازهای جدیدی بهت یاد میدیم. و طهمورث که عاشق علم و دانش بوده قبول میکنه و با هم پیوندی میبندن. پس طهمورث بهشون رحم میکنه و این دیوان بهش نوشتن رو یاد میدن، یک پیشرفت دیگه‌ای در علم، نه یک زبان بلکه زبانهای مختلف، یعنی هر چی شما فکرشو بکنید، چینی، سوختی، پهلوی و غیره. خط رو از این دوره داریم، اما عمر انسان چیزی نیست که بتونی جلوشو بگیری، حداقل تا دوره طهمورث، و این میراث به پسرش میرسه. به پادکست نیاکان خوش اومدید.